گلهای تازه، برنامه شماره 122 با عود و آواز عبدالوهاب شهیدی و نی حسن ناهید. شعرها از فائز، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمود امینی. خروس عرش بی غوغاست امشب، طلوع صبح ناپیداست امشب. سر فائز به زانوی تو ای یار، نمیدانم چه واویلاست امشب. خروس عرش بی غوغاست امشب، طلوع صبح ناپیداست امشب. سر فایز به زانوی تو یار، نمیدانم چه با بیناست امشب. مرا تن زورق است و ناخدا دل، در این زورق بود فرمان روا دل. رسد فائز به ساحل یا شود غرق، نمیدانم برد ما را کجا دل.
نسیم روح پرور دارد امشب، که بوی زلف دلبر دارد امشب. یقین در راه باشد یار فائز، که این سر شور دیگر دارد امشب. مرا تن زورق است و ناخدا دل، مرا تن زورق است و ناخدا دل، در این زورق بود فرمان رواده، رسد فایز به ساحل یا شود غرق، نمیدانم برد ما را کجا ده. زمن آن چشم ابرو میبرد دل، لب و دندان و گیسو میبرد دل، گناه فایز شورید سرچیست، نه من دل دادم او میبرد دل، دل 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 نه من دل دادم او میبرد نگاران شربت از لبات بفرست، گلاب از گوشه چشمات بفرست، برای توتیای چشم فایز
کف دستی ز خاک پا بفرید. ای نازنینم، ای نازنینم، ای دل دگیر کف دستی ز خاک پا بفرید. نسیم روح پرور دارد امشب که بوی زلف دلبر دارد امشب. یقین در راه باشد یار پایه، یقین در راه باشد یار پای که این سر شور دیگر دارد امشب. که این سر شور دیگر داره میشه. سحر شبنم چه برگی سو شفره به جانم شورشی از بوی شفره دی خوش آن ساعت که فایز همچو گیسوش پریشان ها در پهلوی شفره. پریشان ها در پهلوی شفره.
چرا از نو نوای نی بلند است؟ چرا از نو نوای نی بلند است؟ مگر چون من ز هجران گلمندم، چه پایه نالش بی موجبی نیست. کسی دور از نیستانش فکنده، چه پایه نالش بی موجبی نیست. کسی دور از نیستانش فکنده. سوار خنگ خوش رفتارم شد، روانه جانب دلدارم امشب. چه اسکندر در این اندیشه فایل، چه اسکندر در این اندیشه فایل، جهان زیر نگین پندارم امشب. دل 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 خروس عرش بی غوغاست امشب. خروس عرش بی غوغاست امشب. طلوع صبح
ناپیداست امشب سر فایز به زانوی تو ای یار سر فایز به زانوی تو نمیدانم چه با بیلاست امشب نمیدانم چه با بیلاست امشب سر فایز بزانوی تو نمیدانم چه با بیلاست امشب نمیدانم چه با بیلاست سحر شبنم چو بر گیسویش افتد، به جانم شورشی از بویش افتد. خوش آن ساعت که فایز همچو گیسوش، پریشان حال در پهلویش افتد.
برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 122 بود که در دشتستانی اجرا شد.